به احتمال زیاد خیلی هاتون تو موقع بحث کردن و صحبت کردن با یه نفر متوجه شدین که چقدر حرفاش خلاف واقعیت هست. برداشت های یه طرف جوریه که انگار اصلا واقعیت ها رو نمیبینه و یا بهانه میاره، میپیچونه بحث رو. دلیل این چیه؟ کاگنیتیو دیزونانس یا ناهماهنگی شناختی یا تعارض شناختی به این مسئله اشاره داره. میگه من یه باوری دارم، مثلا فلان سیاستمدار خوب بود، فلان حکومت خوب بود یا بد بود، که متاسفانه این روزا همه صحبت‌ها به حرفای سیاسی و اینجور چیزا کشیده میشه و توی واقعیت خلاف اون باورمو میبینم. دو تا راه جلوم پیش میاد: یا باید عقیدمو تغییر بدم، باورمو تغییر بدم، یا اون شواهد رو بپیچونم. من تا دیروز فکر میکردم فلانی آدم خوبیه، درستکاره، اما امروز یه کارایی دیدم ازش و یا یه نفر یه شواهدی آورده، به سندی آورده که رد میکنه باور منو، ثابت میکنه که فلانی آدم خوبی نبوده و بد بوده. که هزینه تغییر باور برای ذهن خیلی خیلی زیاده. به قول برتراند راسل باید به تاولهای پات بگی که این همه راهی که من تا اینجا اومدم اشتباه بوده و باید برگردیم. که در 99% شرایط تغییر باور اتفاق نمیفته. دومین راهکار که اکثرا همین راه انتخاب میکنن پیچوندن شواهد هست. به خصوص وقتی تعصب داری، شواهدی برخلاف باورت میبینی، مغز میخواد استرس شما رو کم کنه، بنا همین مجبورت میکنه به خودت و دیگران دروغ بگی و هی فاصله زیادتر و زیادتر میشه و در انتها جوری میشه که اصلا تفسیرات، برداشتات خلاف واقعیت بیرونی هست. یا بهانه میاری، مثلا من میخواستم فلان کاره بشم، خانوادم نذاشتن، دوستم نذاشت، فلان کس نذاشت. و یا فراموش کردن اشتباهات از حافظه، مثلا فلان کارشناس 100 تا چیز گفته ولی چون برخلاف عقیده من بودن اون 100 تا چیز یادم نیست، اما تا اینکه یه چیزی گفته باور منو تایید کرده، من اونو معیار قرار میدم. و اینم فکر نکنید که آدمای بی سواد اینجورین و یا خودخواسته انجام میشه، نه، هوش زیاد داره، تحریف واقعیت زیاد اتفاق میفته و بسیاری از این اتفاقاتی که میگن بهانه میاری فلان میاری، اینا رو خود فرد متوجه نیست و اینا تو ذهنش اتفاق میفته. توی بحث های سیاسی که متاسفانه امروز خیلی رواج پیدا کرده و هر جا صحبت میکنی تهش به این خط میشه، مطالعات نشون میده که وقتی حرفهای سیاسی بر ضد باور من گفته میشه، احساسات من فعال میشه و قسمت مربوط به منطق مغز من غیر فعال میشه. منابع استفاده شده در دیسکریپشن همین ویدیو قرار میگیره.